الو خم زده کاکو قدت سرور خدو الو خم زده کاکو قدت سرور خدو شبی باقی پجمون زدی با ما کسامون زیما بودی پهمون میاخیم چه دامون چه یک مشک قلم بود بیزن دبکی و عشقی تو بود مطری بو بلبل بیزن دبکی و عشقی تو بود مطری بو بلبل گه چند و گه ساز زی دل برکشد آواز گه چند و گه ساز زی دل برکشد آواز بیایم بدری تو میپرسم خبری تو بیایم بدری تو میپرسم خبری تو بیامم اثری تو میشینم ببری تو بیامم اثری تو میشینم ببری تو چو در مجلسی اون شاد می افتد نظری تو سخنگوی کی بیزیبت و لبی پرشکری تو سخنگوی کی بیزیبت و لبی پرشکری تو یک آه و یک جان بیبازم دل و ایمان یک آه و یک جان بیبازم دل و ایمان ای خسروی خوبان ای کپی خیرامان ای خسروی خوبان ای کپی خیرامان ای غنچه‌ای خندان ای بلبلی خوشخوان ای گوهری غلطان بزن تیری بلا بر هدفی جان حبیبان مکن غمزه و ابرو که کند عاشقی نادان مکن غمزه و ابرو که کند عاشقی نادان گه گریه گه خنده شمع پیشی رو خند بنده گه گریه گه خنده شمع پیشی رو خند بنده اگر جلوه نمایی اگر عشق فضایی گه جلوه نمایی گه عشق فضایی مگر دلبری ماهی آن مرد که از نسخه قاسم باشد در صحن غزل سرایی دایم باشد از بحر سرودن دل و نیت خلق حافظ باشد آدینه هاشم باشد. در برابر این سخنهای والا مضمون استاد لایق شیرالی در حق حافظ خلقی تاجیکستان، آوازخوان، موسیقیدان، موسیقی شناس، موسیقی نواز آدینه هاشم باز چندین هم اسران و هم مسلکان و هم نشینان و اینچنین مخلصانش سخنهای نیک خیلی زیاد گفتند که این از آن درک می‌دهد که او در حقیقت هم مکتبی بزرگ داشت، صنعت و استعداد بزرگ را صاحب بود و اینچنین چهره ماندگار تاریخ میباشد. و ما را نیز می‌سزد که دوستان عزیز باز چندین برنامه‌ها خاطره‌های نو به نو را منظور شما گردانیم تا اینکه از هر یکی آن یک خاطره نیک، یک خاطره نو را یادرس شویم. برای به این هدف رسیدن باشد حالا ما به برنامه خاطره‌ها فرزند استاد گرامی هنرمند خلقی تاجیکستان رحمت الله هاشم اینچنین فردوس هاشم را دعوت نمودیم. خوش آمدید. تشکر زیاد. با این برنامه بسیار دیدنی و که امروز در بین مردم خیلی شهرت یافته است، تشکر زیاد که باز دعوت نمودید و ما نیز از همان سروده هایی که سالهای 70 پدر ما میخواند و سالهای 85 سرودها را گلچین کردیم و به اینجا آوردیم و برای مخلصان و شنوندگان عزیز پیشکش میکنیم. واقعا یک سال رسا قبل شما دعوتی بوده در برنامه مذکور و با سرود سروی خیرامان برنامه را شروع بخشیدید و امروز میبینیم که با سرود الا خمزده کاکو که در واقع دل ما را که به وجد آورد، خاطر ما را، روح ما را بالیده گردانید. باور داریم که 100% به بینندگان پسند آمد و توانست خاطر نکو را بیدار سازد.
بیاید درباره انا همین سرود که کدام خاطره ها با این سرود پیوسته است، تاریخ پیدایشش که در ضمیر قلب شما، در ضمیر خاطر شما چه یادها را دارد، چه یادها را محفوظ می دارد، کمی یادرس کنید. سرود علاقمزه در کاکل محصول سالهای 68 69 بود که ما خیلی خورد بودیم و وقتی که کمی به عالم موسیقی وارد گشتیم، همون سالها فقط در بین خلق، در بین مردم، در کوچه، در کجا که می رفتیم، همین صدای علاقمزه در کاکل بود و همه می خواند، همه می خواند با یک شوق، با یک رغبت زیاد همین سرود را می خواند و این ثبت تلویزیونیش سال 70 بود. این فیلم رو یکی از رسامان بسیار مشهوری تاجیکستان که اون وقتا نو با کار آمده بود با تلویزیون تاجیکستان، وفا نظروف همین فیلم رو با نوار گرفته بود و یک فیلم بسیار ماندگار تا امروز در بین خلق مردم در تلویزیون هر روز صدا می‌دهد. بله، واقعا هر یک سرودهایی که از جانب آدینه هاشم تالیف شده است، ایجاد شده است، جان نواز است، روح نواز است و یادرس می‌کردید در آغاز برنامه که امروز باز کدام سرودها سروده می شود، بازخوانی می شود، یک کم از مندرجه سرودها میگفتید. بسیار درست قید کردین که بسیاری سرودهایی که پدر بزرگ ما که خواند در بین مردم مشهور گردیدند. خودش هم یک چیز رو بسیار دائما قید میکرد که اگر هنرمند خودش سوخته به مردم از دل از قلب اگر سرایت به دل ها راه می‌یابد. و پدر ما هم وقتی که سخن بسیار خوب میدانست و بسیار آوازی مرغله‌دار داشت، همین از قلب برای مردم میسرود و ما نیز 4 سرودی که امروز به اینجا آوردیم، سرودی که میخوانیم: نگهی مستی تو خونی دل احباب خورد، تیغ بیداد تو از دست اجل آب خورد. این غزل سیدا است. این محصول سالهای 85 است. با یاد دارم بار اول پدرم همین در ناحیه خاولین که در کنسرت بودیم در همونجا از خود کرد و بار اول در ناحیه خاولین برای مردم سروده بود. خب قبل از آنی که این سرود را پیشنهاد بیننده میگردانیم، باید گفت که در برابر شاعران و نویسندگان و ادیبان زمانی که استاد آدینه هاشم زندگی و فعالیت میکرد، باز چندین نفران برون مرزی، بزرگان برون مرزی در حق استاد سخنهایی نگفتند. خصوصا آوازخوان مشهور ایران، خوشنویس، موسیقیدان محمد رضا شجریان چنین گفته است: آدینه هاشم دریای شعر فارسی است. این را بینید که آدینه هاشم را به یک دریای بزرگ شبیه داده است و حالان که شعر فارسی تمام شوی ندارد، اینقدر بسیار است، میگوید در همین آدینه هاشم شعر جاری است، یعنی قوه حافظگی خیلی بلند داشت، سرودهای شعرهای بسیار میدانست، قصه خوانی میکرد و در ادامه سخنهایش باز میگوید که همچنان که زبان لهجه دارد و رنگ پیدا میکند، اینچنین آدینه هاشم، آن موسیقی که آدینه هاشم تالیف کرده است، درستترین زبان به حساب می رود، یعنی درستترین لهجه در موسیقی به حساب می رود. شما نیز گمان میکنم از این دریا بهره‌ور گردیده اید و با واسطه هدایت و راهنمایی، با واسطه پند و نصیحت های پدری خود اینقدر بزرگ شده اید و به همین مرتبه ها رسیده اید. سخنانی که بسیار شما حاضر گفتید گفتن یک چیز است که اگر سرود به خلق نزدیک باشد، موسیقی به خلق نزدیک باشد، دیرگاه در دل خلق باقی میماند. بله. 95% که ایجادات پدر ما رو ادبیات کلاسیک بله فرا گرفته است. از حافظ، صایب، سیدا که بسیار گلچین میکرد، از بین همون غزل ها گلچین میکرد که حرکت میکرد که غزل دریاب کند که در آن یکون
شاه بیت بهترین باشد و اون غزل رو انتخاب میکرد و برای مردم با همون موسیقی که با مردم نزدیک است با همون برای مردم پیشکش میکرد. گمان میکنم همین است که تا امروز در دل خلق جا دارد و مردم دوست می‌دارد، تا امروز مردم اینا گوش میکنند. پس بیایید همین سروده که حالا شما گفتید پیشنهادی بیننده گردانیم، تا چون میدانیم هرگاهی که سرودهای آدین هاشم را گوش میکنیم به خاطر شکستن تشنگی ولی باز هم تشنه تر میشویم. گمان میکنم اینجا بیننده نیست تشنه شنیدن این سرود گردیدند. مرحمت. مستی تو خون میدیدی احمق خورد تیغی بدادی تا از دستی اجل خورد تیغی بدادی جهان گم شدم مهری پدر و فرزندی در جهان گم شدم مهری پدر و فرزندی بر نرستم بچیمان بی سری سهراب خرد بر نرستم بچیمان بی سری سهراب خرد خطره‌ای میسری منصور برابر بدار خطره‌ای میسری منصور برابر بدار وای آن کس که همه عمر می نخورد وای آن کس که همه عمر می نخورد هر کی با دشمنی خلق روان است
شگرد خورد زود باشد که سری شگرد خورد سیدا پیشی آنسون و آن روزی چی روست سیدا پیشی آنسون و آن روزی چی روست بر شوله‌ای آن اشرفی تن خورد روی بر شوله‌ای آن اشرفی تن خورد بر نرستم بچی با ای سری سخن خورد تشکر. آوازتان خسته نباشد. واقعا هر وقتی که ما سرودهای چی رقصی و چی نصیحتی استاد را میشنویم بار دیگر گواه میگردیم که استاد همیشه طرفدار کلام بده بود. بله. همیشه مضمون بلند را میپسندید، میپرستید و شاید بزرگی مکتب استاد هم در همین جا باشد. در برابر آوازخوان خوب بودنش اینچنین سخندان بود، شعردان بود، قصه خوانی هم میکرد و قصه های زیاد نیز میدانست. حتی یکی از قصه هایش زیاده از 700-800 سطر داشت. باز در جای شما گفتید که استاد صاحب دفتری بیاض می باشد، خوشخط بود و خودش می نویست. اون چیزی که خوانده بود، اون چیزی که می دانست شعرها رو در همون بیاضهای خود با رنگ سرخ و کبود در اون دفترها ثبت کرده است و پیش از همه پدر ما به سخن دقت میداد. یعنی که سخن درآمد اول بود برای اون کس و طی 20 قصه زیادتر میدانست. یعنی که هر کدام از 100 مصرع تا 700-800 مصرعی اینو رو از بر میدانست و برای مردم در معرکه ها اینها رو میسرود. مردم گوش میکردن. مردم با یک هیجان، با یک دقت مثال 1000-2000 آدم در معرکه می نشست با یک دوتار برای آنها یک عالمی افسانوی ایجاد میکرد. حافظ بزرگوار یک مصرع دارد میگه که حسد چی میبری ای سوس نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطفی سخن خدا داده است. یعنی که در واقع خودش هم میگو که برای من خداوند لطفی سخن داده. بیاید یک ابراز اندیشه نمایید درباره آن که امروزها جوانان حافظان میسرایند سرودهای استاد را تا چه اندازه به مهارت سرودنشان بها میدهید و تا چه اندازه آنها یادرس میشوند که این سرود مثلا سرود ایشان است. هر کسی که میخواند ما شاد میشویم که سرود پدر ما رو خواندن. گفتنی هستم که اگر میخوانند با سخن دقت دهند، سخن رو خطا نکنند و در آهنگ خطایی نباشد. اگر درست میخوانند بسیار ما شاد میشویم. تشکر. و شما جای قید نمودید که هنوز در سن 40-45 سالگی استاد آدینه هاشم رو الکی بابا آدینه هاشم گفتند و این در اول به استاد نه آنقدر پسند آمد. ولی پس آن باشد این را خوب قبول کردند. شاید این از آن سبب که بیشتر سرودهای نصیحت آمیز، پند آمیز میخواندند. بله 40 ساله بود الکی بابای آدینه میگفتند
از بابای اودینا گفتن کمی خودش رو هم اول نمیخواست ناهنجار احساس میکنه. 40 ساله بابای اودینا. بله جوان بودند. و اینه که این از احترام خلق بود. بله. اینه که احترام خلق نسبت همین هنرمند. این چنین باوری نیست. چقدر که شما گفتین شعرهای پند و حکمتی که زیاد میخوان برای مردم. دائما در کنسرت ها ما شاهد هستیم، در مرکه ها هم سرود میخوان و هم با مردم سخن میگفت، نصیحت میکرد، از اینه که مردم رو بر راه راست دعوت میکرد. از همین سبب باشد شاید که پدر ما که در ایام جوانی او را علاقه بابای اودینا گفتن. میبینیم امروز بسیار هنرمندانی که به سن سال بسیار خوب رسیدن ولی تا حال هیچ کس بابا نمید. بله اینجا که بابای اودینا گفتیم، همین را پرسیدن میخواستم از شما فردوس. شما یکی از صنعتکاران خوشبخت، جوانان خوشبخت هستید که زیر صدای مرغوله‌دار استاد بوایی رسیدید، زیر مضمون بلند شعر صنعتکار شدید و شاید در سری زانوی استاد نشسته چای می نوشیدید، شاید در بالای دستش به خواب ناز نیز رفتید و به شبهه از نوازش هایش آگاه گردیدید. اینجا که بسیار کسبیتش را وصف کردیم، درباره شخصیتش چی میگویید؟ تا چه اندازه خاطره ها در یاد شما مانده است؟ البته باباجان بزرگوارم رو من بسیار خوب یاد دارم. هرچند خوردم بودم، 7 سال داشتم، بسیار خوب یاد دارم. اگر کمی وقت خالگی میافت، باور کنید اگر حتما همون وقت خالگی خود را با ما نبیرگانش میگذراندند، شوخی ها میکردند و البته یک خصلت بسیار عجیب داشتند و امروز شکر میکنم که دوام دهنده همین مکتب هستم. انکتان گمان میکنم فرصتی آن رسید که باز یک سرود دیگر را بازگویی نمایید. مرحمت وزیر، همون شعری که گفتیم در سالهای 70 بسیار یک شهرت پیدا کرده بود و همه مردم میخوان گرد یاران میروی یانه، یا خیرمن گل میشوی یانه.
باشید. تشکر. خب با این سرود کدام خاطره ها پیوست است؟ البته این من محصول سالهای 69 هست، 70. سرود رقصی است و بسیار شوخ است و مردم البته با سرودهای شوخ هم خیلی رغبت دارند. در اون سالها بسیار معروف بود و هر جا که می رفتیم حتما از همین سرود طلب میکردن که همین سرود رو بسراید. تا آخر حیاتش بود همین سرود رو برای مردم میخواند. واقعا در برابر صنعتکار اصیل بودن آدینه هاشم یک مرد خیلی خاکسار بودن. خصوصا یادآور می شود حافظ خلقی تاجیکستان فیضعلی حسن که وقتی از بدخشان برمیگشتند میبیند در راه که چگونه مردم با درو مشغول هستند. حتما ماشین را منع میکند و میفراید، همه کسا میفرایند و برای همون نفرانی که حشر دارند 1 ساعت سرود میخواند، کنسرت میماند. یگانه آرزو و هوس و امیدش یک چیز بود که مردم زیادی باشد، گوش کنند، سخن را درک کنند و او برای مردم سرود بخواند. آرزوی اساسیش همین بود. ما شب و روز در مرکه ها بودیم، کنسرت، مرکه. برای همراه عمکم یک مصلحت کردیم که یک 2 روزه به کوهستان بریم و در 2 روز یا 3 روز در کوهستان دم بگیریم و روزیش کردیم. هیچگاه نمی رفتیم، خیلی که مثلا 3 روز به استراحت بریم، خیلی شوق نداشت. ما حرکت کردیم همراه عمکم عبدالخیر هاشموف، اون روزی کردیم. خوراکی خیلی زیاد گرفتیم که ما 3 روز میستیم، ممکن 4 روز میستیم. بعدا رفتیم به طرف ناحیه شوراباد و ایام بهار بود. خودش هم همین کرد که دورتر کجا میریم، همینجا بود موضع خوب است، همینجا میستیم. خیلی ما هم روزی شدیم، از راه کمی بیرونتر رفتیم و من کردیم و در حال اونجا همراه ما چند نفری بودن. بعد هر کس با تماشای موضوع برآمده. اون وقت نو همین چیکری و تاران میگن همین نو برآمده بود و هر کس به هر طرف. از بین 1.5 ساعت گذشت، از دور صدای سرودخوانی به گوش ما میرسد. بعدا آهسته نزدیک شدیم به همون موضعی که ما اینجا ایستادیم. وقتی که نزدیک شدیم نگاه کردیم یک 40-50 ماشین در راه من شدگی، آدمی زیاد در گیردش برای همونو سرود خوانده است. خیلی دعوت کرد که بیاین شما همه کس. بعد یک جای خیلی 1 ساعت 1.5 ساعت سرود خوندیم. بعدم بیگاه شد. عرض کرد که نمیستیم، میگردیم. من امروز در فلان دهه فلان دوستم رو وعده دادگیم و خانه همون کس میریم، اونجا بزم میرویم. و همین طریق 3 روزه رفتیم، همون بیگاه با گشته اومدیم به شهر کلوب. در یک خانه دوستش تا ساعت 3-4 شب وزم کرد. یعنی که فقط آرزوش همین بود که خلقی بسیار باشد، آدمی بسیار باشد، او رو گوش کنن، او بخوانند. پس درست است که سفرهای خدمتیش طول میکشید، حتی 17-18 روز. بله، وقتی که ما مثال به سفرها می برآمدیم، مثال وادی قراتگین یا که وادی بدخشان وقتی که می رفتیم، نکم از 20 روز اونجا ما میموندیم. در یک روز باور کنید 2 کنسرت میدادیم روزانه بیگاه. شبانه باز اگر در اونجا میشید یک پیله چای میارستن. وقتی که به خانه اون آدم میرفتیم باور کنید تا ساعت 3-4 شب در او خانه میخوان. با سحر میخیستیم همین خیل، یعنی که همین 3 کنسرت میشد. 20 روز میگذراندیم. همه مانده میشد، همین ماندگیش رو حس نمیکرد خودش. بله، خیلی که گفتید هیچگاه آواز خسته پدرم رو ندیدم. من برعکس چقدری که زیاد میخوند همون قدر آواز با قوت‌تر میشد، خوبتر میشد اگر بدیلش باشد. و باز در همین شبکه یوتیوب یک نواره هست که با یکی از مخلصان اشدی خود هم صحبت هستند که نام دارند این نفر قربان علی. بله، این نفر چوپان بودند و
مخلص اشدی آدین هاشم بودند و به خاطر شنیدن سرودهایش رادیو خریداری میکنند و 10 روز میشود که رادیو را گوش میکنند لیکن صدای آدین هاشم را نمیشنوند. بعد نفر با او شوخی کرده میگوید که این رادیوی تو هیچگاه سرود آدین هاشم را نمیخواند، میگیرد میشکند رادیو را. خانه ما خیلی زیاد میآمد میرفتن. پدر من با مخلصش دوستی داشت، ارتباط زیست داشتن، بسیار دوستی داشت، رفت آمد زیاد داشت. با خانه های آنها میرفت، از حال احوال آنها با خبر بود. قدر میکرد و مخلصانش هم خیلی زیاد به خانه ما می آمدن و اکای قربانعلی بسیار در وجود اونم موسیقی بود. بله. خودش هم سرود میخوندن، می نواخت، اما نای میگیم کمی زمزمه هم میکرد و اونقدر شیفته و شایده آدین هاشم بود که در مرکه که میشد اگر اکای قربانعلی وقتی که پدرم میخوند او از خنده سست میشید، از شادی بسیار از خنده فقط میخندید، با تبسم به طرف پدرم نگاه میکرد. یعنی از طاله بلندش میبولید. بله. یک سرودی داشت، یک گل از گلشن باغی جهان گم کردم، یکی از سرودهای اولین پدرم بود و به همین سرود بسیار شیفته بود و اکای قربانعلی همین سرود هم میخوند. در نوار فیلم هم همین نوار هست. باز خودی آدین هاشم قید کردن جایی که حتی پنهانی از من چند آن بزمی که من آوازخوانی کردم به نوار گرفتند. تا همین حد مخلص بودند که هرگز نمیخواستند جدایی از صدای آشنا. بله. باز چی سرود؟ باز یک سرود میخوانیم، مخمس صحبا میرنجی. 87 وقتی که پدرم همین سرود رو خواند، اونقدر به مردم پسند آمد، اونقدر مردم دوستش داشتن همین سرود رو که هر جایی که میرفتیم از میرنجی میپرسیدن و میرنجی رو خواهش میکردن همین سرود رو برگشته بخواند. و یک حکایه هست در ناحیه درواز، یک مرد به همین سرود اینقدر دل داده شده است که همین سرود میرنجی رو دویمو از رادیو گوش میکرده است و در خاندانش تاکید کرده است که وقتی که اون وقت رادیوها بودن از ساعتهای یک روز تا 2 کنسرت میشد و در همون هر هفته 2 بار همین سرود صدا میداد. در خاندان تاکید میکند که اگر همین آدین هاشم همین شعر میرنجی را که بگرفت من خبر کنین و بار همین سرود شروع میشود، اویلش میدود اون آدم کار کرده ایستاده بس داد میزند، فریاد میکند که ای مرک بدو که آدین هاشم بگرفت میرنجی را. خیلی اون مردک تا میآید دستش میشوید که این 3 دقیقه میرود و به نزد رادیو میآید که سرود تمام میشود و در همون جای یک سنگ کلام بود است در نزد همون خانه، در همون روی سنگ میشنه میگه خدا دا و ندا. انا زمین سرودی میرنجی رو برای مردم پیشکش میکنیم. باشد. اگر خانم
چشم شهنایت نمیگویم سری من دایما فرشی کفی پایت نمیگویم بیا بر دیدیم این شین که این جایت نمیگویم اگر گویم که عشقت آتشی دل هاست میرنجی اگر گویم که عشقت آتشی دل هاست میرنجی شد قمر دیدم من اخمی نازکی با دامی چشمت را سمر دیدم غرور و ناز استغنا تو را هر دم ببر دیدم تو را در کشوری خوبی ز شاها خوبتر دیدم اگر گویم غلامی درگهت صحباز میرنجی اگر گویم غلامی درگهت صحباز میرنجی سلامت باشید. هرگز آوازتان خسته نباشد. دوستان عزیز، بینندگان گرامی قدر، اینجا صدا داده شد سرودهای بسیار هم شیرین و شنیدنی استاد زنده‌یاد آدینه هاشم از جانب فرزند ایشان هنرمند خلقی تاجیکستان رحمت الله هاشم، اینچنین از جانب نبیره‌شان فردوسی هاشم تشکر میگویم. و به ما چی میماند؟ به ما این میماند که مهر داشته باشیم، وفا داشته باشیم، احترام کنیم و حفظ نماییم و به آلایش بگزند این مکتب را، این صنعت را، این امانت را به نسل‌های آینده برسانیم. بله. دوستان هرگز خسته نباشید، خاطرتان رنج را نبیند. این بود برنامه خاطره ها. منظورتان خیر.